در یک روز پاییزی و یک هوای ایدئال به اتفاق جناب حاج محمد رضا بهمنپور از اهالی قدیمی روستای پشند به راه افتادیم تا در کنار بنای به جای مانده از یکی از این آسیاب‌های آبی دقایقی را راجع به تاریخچه آن صحبت نموده تا نسل جدید با کاربرد آن آشنا گردند و پی به مزیت‌های تاریخی روستای بزرگ پشند برده و قدردان این خاک پربرکت خدادادی باشند. سلام، در خدمت جناب آقای محمد رضا بهمنپور هستیم، فرهنگی بازنشسته از اهالی قدیمی پشند. ازشون میخوایم راجع به آسیاب‌های آبی پشند یه مقدار برامون صحبت کنن. در خدمتتون هستیم. بسم الله الرحمن الرحیم. برای که مشاهده میکنید تنوره آسیاب میباشه. پشند دو نوع آسیاب داشتیم، تنوره‌ای و نوبی. در تنوره‌ای آب میاد پشت توی که بنایش از سنگ و آهک و ماسه درست میکردن آب بندی باشه. در تنوره که حوضچه‌ای بوده به صورت دوار به ارتفاع 4 متر تا 5 متر، بعد آب در این ذخیره میشده. از زیر که آب میومده با فشار پره آسیاب میچرخونده، پره که میچرخیده سنگ به حرکت در میومده که بعدا با این طریق گندم را آسیاب میکرده. این از یکی از نمونه‌های آسیابی از بقای قدیمی مونده آثارش، ولی با بقیه بقایی نداره که بخوایم چیکار بکنیم به نمایش بگذاریم. درست. پشند از جمله روستاهایی می باشد که از تعداد نسبتاً بالایی آسیاب آبی بهره‌مند بوده و این از مظاهر خودکفایی روستای بزرگ و تاریخی پشند می باشد. تعداد آسیاب‌های آبی پشند چند تا بوده آقای بهمنپور؟ حدوداً ما اعتبار از 3 تا آسیاب تنوره‌ای داشتیم. 3 تا آسیاب تنوره‌ای داشتیم. یکیش اینجا تو محله به حساب آسیاب گردن بوده، یه دونش روبروش بوده، یه دونم تو انگرمله بوده. بعد آقای بهمنپور چی رو آسیاب میکردن تو؟ گندم آسیاب میکردن، هر چیزی به فراخور قابل آسیاب بوده آسیاب میکردن. ولی حتی مثلا برقور هم شاید درست میکردن. از روستاهای دیگه هم میآوردن؟ ببین اینجا روستای جوارش، آردهه و سیفدارک، اینایی که آب فراوون نداشتن آسیاب نداشتن. حتی از هشگرد هم گندم جو آسیاب میکردن. این مقدار اگه اطلاعاتی داری راجع به سنگ آسیاب توضیح در کجا میآوردن؟ سنگ آسیاب زیاد اطلاع کافی ندارم، ولی من تو پشند نبوده. ما سنگای مخصوصی هست که میتونشن با گاری حمل میکردن میآوردن. موقع واسه نقلیه نبوده، با گاری میآوردن. سنگ زیرین خیلی سبکتره، سنگ رویی سنگین‌تر بوده که بتونه فشار بیاره به گندم. به هر چند وقت یک بارم سنگا رو آچ می‌زدن، یعنی زبرش می‌کردن که بتونه گندمش ها کنه آرد بکنه. بعد دوباره جلوی این یه دونه نوب میگفتن نوب چوبی، آرد می‌ریخت تو اون، بعد آرد می‌داد داغ، بعد این هم می‌زدن که آرد خنک بشه، بعد بزدن تو کیسه‌هایی که داشتن و کیسه هم بود خونی نبود که بیشتر از پوست گوز همونه درست میکردن و همونه آرده حمل میکردن. معمولاً بنای این آسیاب‌ها در جوار رودخانه‌ها تأسیس می‌گردیده است. مسائل ساخت آسیاب مسائل گره بیشتر گفتگی از باز الان آهک و ماسه و خاک رست کنه. بعد بیشترش هم سنگه، یعنی با سنگ میچیدنه، چون موقع امکانات دیگه ای نبودی که بتونن. راجع به دستمزد آسیاب چی بوده دستمزد؟ دستمزد بالا درصدی از همون گندم مزد فرمی داشتن. حالا چه درصدی نمیدونم، یادم نیست الان. از اون گندم مثلا یه خروار گندم مثلا باید 20 کیلو یا 10 کیلو بهشون درصدی فرمی داشت. حالا درصدش چجوری بود دیگه یادم نیست. اون موقع من نبود، کیلو نبود، ری بود. در پشند ری میگم بر اینقدر ری گندم دارم. معادل ورزش چی میشه ری 4 من یه ری بوده، 12 کیلو یک ری بوده. احتمالاً اندیشه و ایده ساخت آسیاب آبی با نظاره قدرت آب در جابجایی سنگ‌ها در بشر ایجاد شده است. بعد فعالیت چجوری به هر روز فعال بوده نه یا یه روزای خاصی فعال؟ اینا
کلا با اگه آب میداشت فعال بوده، چون که مردم تمام قوتشونه، یعنی اگه بخوام بگیم روستای پشنگ یک روستای خودکفا بوده، یعنی نونشون رو باید خودشون تهیه میکردن. وجودن اون موقع 5000 خانوار هم بوده که بازی گندم آرد میشده که نون بپزن. چون از روستای مجاور هم بیاوردن، پس معلوم که همیشه اینا چی بودن؟ فعال بوده، اگر نقص فنی پیدا نمی‌کرده. آقای محمدپور چون این آسیاب آبی بوده، آیا نوبت آب خاصی به آسیاب میدادن؟ نه، از همون آبی که آسیاب در جای قرار داره که با آب نوبت به هم نمیخورده، آب میده داخل این آسیابی، بعد میرفته برای کشاورزی. بعد 2 مرتبه پره‌هایی هم که از این استفاده می‌کردن، زیر سنگ‌ها پره چوبی داشته، چوبش هم از چوب توت بوده. چوب توت تو آب دیرتر می‌پوسه. راجع به کسی که آسیاب‌های آبی رو بنایش رو شروع کرد، پس اطلاعی ندارم. در کل جهان هر جا به اقلیم خودش که میتونستن از نیروی طبیعی استفاده بکنن، بعضی آسیاب بادی بوده، تو پشنگ هم چون باد کم بوده از آسیاب آبی استفاده میکردن. گوش دل را که میگشایی از عمق تاریخ، نجوا و صدای حرکت آسیاب از بنایی که کنار آن ایستاده ایم شنیده می شود و تصویری از آن دوره و شکوه روستای بزرگمان پشنگ در برابرمان نقش می‌بندد.